انسان هر چقدر آخرت نصب العینش بشه، هر چقدر لقاء و دیدار الله تعالی هدف غایی و نهایی زندگیش بشه، به همون نسبت حاضر در راه الله هزینه بده. ابراهیم انقدر برای آخرت خالص شده، انقدر لقاء و دیدار الله براش نصب العین شده که حتی الله تعالی میگه چاقو به حلقوم بچت که خلاصه و چکیده همه لذات، همه تعلقات دنیاست، بکش، حاضره بکش. من حالا تو این دنیا حاضر میخوام یه نگاه حرام فدای خدا کنم، سختمه. از یه لذت کوچک دنیا بگذرم، سختمه. از یه لقمه چرب بگذرم، یه روزی یه لقمه فدای خدا کنم. نمیخوام اسماعیلی فدا کنم، میخوام یه لقمه چرب فدا کنم، سختمه. میخوام از 1000 تومن 10,000 تومن دنیا یه جایی توی معامله ربوی یا ناسالم بگذرم، کلی باید بشینم صغرا کبرا کنم، بکنم نکنم، آخرم خودم کلا سر خودم میذارم، میگم خدا تو چه احتیاج به حرفا داری؟ آخه منی که در راه دین کوچکترین مجاهده تا حال نکردم. هر کسی یه اسماعیل درون داره، هر کسی یه امتحانی تو زندگیش داره. دنیا دارالابتلاست. من چه هزینه کردم تو مسیر محبت الله تعالی؟ چه کار کردم؟ کدوم سختی، کدوم مجاهدت، کدوم قربانی، کدوم سختی رو پشت سر گذاشتم برای خدا و نفسم رو پامال کردم برای خدا تا الله تعالی دروازه مشاهده رو برون باز کنه. نشون بده الله تعالی برام. الله تعالی به ابراهیم نشون داد که چاقو نمیبره. کی نشون داد؟ وقتی که اون به اون درجه از قربانی رسید. بهش نشون داد از آتش نمیشه، پس پرده رو همه رو خدا بهش نشون داد که آتش هم در فرمان منه. کی نشون داد؟ تو کوره مجاهدت ها، میان آتش بهش نشون داد از آتش نمیشه. تو مجاهدت ها، تو سختی ها الله تعالی قربانی میخواد، قربان نمیکنه و اونجا به همه چیز رو نشون میده. ولی ما حاضر نیستیم که کوچکترین هزینه تو این مسیر بدیم، کوچکترین ناز پرورده تنعم، راحت طلب. همین زندگی ما خلاصه شده تو نفسانیت و همین تلذذ و تنعم جسمانی. کجا میتونیم ما بفهمیم که اینا چیه؟